سلام دوستان، این بازی مدفوت 24 دو بار رو صفحه بزنید و سابسکرایب کنید. بریم یه ترکیب میخوایم انتخاب کنیم. ترکیب 3-5-2. من از یه تیمی که یه لیگی که برمیدارم فقط از اون لیگ برمیدارم که تیمم قوی تر بشه. از لیگ لالیگا برمیدارم آلوارز. اون بار از لالیگا نمیاد ولی آیکون اومد، آیکون پرینس با تورس. من پرینس رو برمیدارم که بله پرینس تو لالیگا بازی کرده. این بار از لالیگا نمیاد ولی تو تعویضی ها میتونم وردارم، یعنی جاشون عوض کنم با هم. وینیسیوس و یه بازیکن نگفتم اسنیجر، گاوی. این بار نمیاد از لالیگا فیرمینو، آن آسکونا. هم از زن داره هم از مرد. توی مدفوع 24 هم از زن میده هم از مرد. اریک کوربلو، ویگوس دو تیر، رودیگر و دروازه‌بان اونای سیمون. اوبلاک اینجا قدرتش الان 77. اوبلاک رو میدم به جای اونای سیمون. ببینم 77 به بالا میشه یا نه، که نه، هم اونای سیمون بهتر از اوبلاک تو این بازی الان. تایس فریرا میاریم تو که شد 83. اونا باتله میذاریم ببینیم چند میشه جای هر کدوم، که اونا باتله میاد به جای رودیگر و تایس فریرا میاد تو به جای فیگوس دو تیر. والورده میاد تو به جای فیرمینو. نه، به جای فیرمینو نمیاد، به جای سنج دیر میاد. آوان آلجو تو نمیاد. رودریگو میاد تو به جای آنا از کنه. اسرولف میمونه بیرون. حالا میرسیم به سراغ تعویضی ها. دوویک هم تعویضی میمونه. حالا یه زن بانینی میاد تو به جای فیرمینو. حالا فیرمینو که از لالیگا نیست، اوبلاک رو میارم تو تعویضی به جای فیرمینو. براوو گلکیپره. 100 شد. من نیازی نیست که یعنی بازیکن بیارم تو زمین چون دیگه قدرتم 100 شد. بامبا الکسیا پوتلاس و میریم پلی کنیم بازی و بهمون بست داد. درافت کاپس رو میزنیم، یه چند تا اینا میاد. من اینو میزنم The Championship. حالا من بازی قبلی بازی کردم شدم 4-2. الان این اولین بازیمه که جلوی شما رو میخوام بازی کنم. این تیم حریفه میبینید دیگه. وینیسیوس داره، خوسلو داره، هانسن داره، والورده داره، بلینگام داره، آیتانا بونماتی داره، موجیکا داره،
آراخو، سالیبا، کارواخال و کورتوا. حالا بریم سراغ بازی. ما بازی نمی کنیم ولی خود ربات ها با همون تیمایی که داریم با هم بازی میکنن. من حمله کردم ولی سالیبا تیم حریف گرفت، کارت زرد گرفت پرینز. دوباره حمله کردم ولی گل زدم. آلوارز گل زد. کارت زرد گرفت با نینا. حمله کردن و وینیسیوسشون خراب کرد. دوباره حمله کردم من. کورتوا توپو گرفت. در مجموع اینجا میبینیم 5-2 الان به نفع من شد. 6-2 بانینی گل زد. حمله کردن و گل زد وینیسیوس تیم حریف و 6-3 شد. خوسلو تعویض کرد به جای رافینیا تیم حریف. من هر وقت بازی کنم مصدوم بشه تعویض میکنم. خب بلینگامو تعویض کرد به جای فکیر. من یه حمله دارم، اتکو میزنم لفت فلنگ یا میدل یا رایت فلنگ. من لفت فلنگ رو میزنم. 91 وینیسیوس اوورالش 89 هم اوورال والورده. اینا با هم جمع میکنن کی بیشتر بشه. تیم حریف بیشتر شد لفت فلنگش. بازم مثلا همین اومد دوباره، بازم هم میشه همون بزنه، همون نمیاد که، بازم هی عوض میشه. حمله کردن ولی رافینیاش خراب کرد. کارواخالش مصدوم شد ولی دوباره حمله کردن و تایس فری را گرفت. این بار اتک دوباره میزنم. شوتینگ چیز خوبه، وینیسیوس خوبه یا پسش؟ من میگم شوتینگ پسش. و در آخر معلوم نبود، اشتباه من گفتم. آخه 2 تا از پس آورد واسش و بقیهش هم اون بود. اون یه دونه بازیکن و یه دونه هم شوت اومد از وینیسیوس، ولی من اشتباه گفتم بین اون 3 تا. و در مجموع 7-3 بردیم ما. و یه چالش داشتیم اول بازی، میخواستم بهتون بگم که اگه من ببازم چیز میشه دیگه. میخواستم بریزم رو سرم ولی نریختم و 3-1 بردم و در مجموع کلا 7-3 بردم و دیگه تموم و دیگه آب نمیریزم رو سرم. خب دوستان، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. به امید دیدار. خداحافظ.